توی این پست میخوام روش پیوند چیپ رو برای شما عزیزان به اشتراک بذارم. پیوند چیپی که ما توی این مجموعه انجام میدیم با سایر پیوندهای چیپی قاشی متفاوته. اینجا ما پیوندک رو به صورتی که مشاهده میکنید فقط با پوست برداشت میکنیم. یه قسمت خیلی کوچیک رو با بافت چوبی که پشت جوانه قرار داره برداشت میکنیم تا به نطفه آسیب نرسه. فرق این پیوند چیپ با چیپ هایی که به صورت چوبی برداشته میشن در اینه که نقطه تماس پایه و پیوندک به دلیل بلند بودن این پیوندک خیلی بیشتره و شانس گیرایی بهتر و بیشتری رو دارن. استاد عزیزمون الان این پیوند رو برای شما عزیزان انجام میدن تا شما عزیزان هم بتونین از این پیوند توی خزانه یا باغات خودتون استفاده کنید. ببینید پیوندک به صورتی که مشاهده میکنین جاگذاری میشه.